امکان داره در صورتی که همه امکاناتی که ما به حساب آرایشگری داریم اون را باید در دسترس ما باشه که ما بتانیم در خانه یا در بیرون اگه اجازه بدن. کسی که بخواد من میتونم اگه جایش باشه مثلا امکاناتش هم داشته باشم میتونم که کار ما آغاز کنم در خانه یا در بیرونم، اما امکان ندارم. نگرانی میست که دیگه خب اینمی کار ما که به حساب باید اگر بخش خانما هستن اگر اجازهشان بتن که در بخش مثلا رسانه ها دوباره کار کنن 100% ما اونجا شاید جای داشته باشیم و بریم به خاطر کار خود، اما در صورتی که خانما نباشه ما هیچ کار کردن نمیتونیم، مجبور هستیم یک بشنیم یا در خانه یا یک اقدام دیگه کنیم. خواست ما ایست که باید به نظرات و به اعتقادات خانما یا احترام بذارن، ببینن که هر کی در هر مسلک هست حتما در اون مسلک خود کوشش کرده بتانه برسه، شوق داشته، علاقه داشته در اون مسلک خود، باید یا احترام به می مسلک همگی داشته باشن. با او خاطر من از دولت فعلی خواهان هستم که باید به خانما احترام قائل باشن، بگذارنشان که برن در هر جای هر مسلک که هستن کار خود پیش ببرن. فعلا می آرایشگاه ویام که از مگذره چیزی که معلومات دارم، چیزی که در چشمای خود دیدیم، فعلا آرایشگاه امروز که طالبان آمد البته کل پوسترهای خود کندن و زیادتر آرایشگاه در می کوچه قصابی که زیادتر آرایشگاه لمیج آمده مکمل، کسایی که کند خوب کسایی که نکند به جایش رنگ کرد، رنگ سفید کرد، مکمل هم استیکرایی که به حساب دخترای لباس سفید یا پوشیده بود و را مکمل پد کردن دیگه. زیادترشان فعلا قلف است، اما در خانگی به حساب زیادتر کلشان نمی کار خود در خانگی میگن. کسایی که پیج داره بودن پیج خود مورد در اینستاگرام یک مچ نامش نمیفهم یک آرایشگاه نامش دیدم که دیش عکس از عروس انداخته بود و دیش نوشته کرده بود که ما شماره تماس خود نوشته کرده بود و گفته بود که مشتریای ما میتونه در اینی آدرس یا در اینی شماره زنگ بزنه بر ما آدرس برشان میتیم، در اون آدرس بیاین ما عروس داشته باشه هر کس باشه ما برشان آماده میکنیم. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره